بریم سراغ وزیر خارجه ندید بدید آخوندها که از وقتی که اومده با خودش در زمینه سوتی دادن وارد یک مسابقه فشرده شده. این دیپلمات تروریست گیج به شدت دنبال دستاوردهای دیپلماتیک برای نظام پابگور ولایته. البته از حق نگذریم این مدت دستاوردهای دیپلماتیک زیادی هم به دست آورده. یه نمونهش ایستادن در کنار رؤسای کشورها تو بغداد بود که روی سر و عمامه عظما خراب شد. نمونه بعدیش عربی بلغور کردنش بود که اون هم بدجوری سوژه جوک و خنده تو فضای مجازی شد. الحکومه الامریکیه جریمة کبرى به اغتیال الشهیدین لجبهة الارهاب التکفیری فإن الامریکیین لا يجلب السلام والامن للشعوب المنطقه فحسب انما كانوا العامل الرئيس للانفلات الامني وهنا ارغب ان اشدد على دور. اما حالا این شما و این تازه ترین دستاورد دیپلماتیک امیر عبداللهیان در جریان سفر به نیویورک. بله، شاید تو وهله اول از خودتون بپرسین که آخه این چی بود اصلا؟ وزیر خارجه پرتغال اون طرف نشسته، امیر عبداللهیان هم این طرف نشسته. این دیگه کجاش مثلا دستاورده؟ اما یکی از نخبگان نظام از همین صحنه ساده‌ای که دیدید یک دستاورد شگفت‌انگیز دیپلماتیک بیرون کشیده. ملاحظه کنین. نوشته که اقدام جالب و هوشمندانه امیر عبداللهیان در دیدار همتای پرتغالی. بلافاصله بعد از اینکه وزیر خارجه پرتغال پا رو پا میاندازد، وزیر خارجه کشورمان هم عمل متقابل میکند. بله، واقعا عجب اقدام هوشمندانه ایه. اصلا کی فکرشو میکرد که این امیر عبداللهیان بتونه با پاهاش مرزهای هوشمندی رو جابجا کنه؟ عجب دستاورد دیپلماتیکی. یعنی یه جوری میگه اقدام هوشمندانه که اگه کسی ندونه فکر میکنه مثلا تمام انزوای منطقه‌ای و بین المللی آخوندها با قرار گرفتن پای امیر عبداللهیان روی پای دیگش حل شده. اصلا میگن الان توی پرتغال بحران درست شده و موندن با این تهاجم دیپلماتیک آخوندها چه کار باید بکنن و چه جوری مسئله رو حل کنن. بله، خلاصه این که سریال مسخره بازی‌های آخوندها تمامی نداره و همه این شامرت بازی‌ها فقط و فقط نشون دهنده انزوای بین المللی این رژیم در فاز سرنگونیه.